آمار روزانه ابتلا به کرونا در سن پترزبورگ با شتاب روزافزون به بیش از 3000 نفر رسیده است. تاکنون بیشتر از 104,000 نفر در این شهر به کرونا مبتلا شده و 5053 نفر در اثر کرونا جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 5% بیماران کرونایی در سن پترزبورگ جان باختند. این بالاترین رقم درصدی مرگ و میرهای کرونایی در فدراسیون روسیه است. فرمانداری این شهر از امروز محدودیت‌های جدیدی را در این شهر اعلام کرده است. مسئولان بهداشت و درمانی این کلانشهر گفتند از 10,846 تخت بیمارستانی تنها 878 عدد یعنی 8% از تخت‌های بیمارستانی آماده پذیرش بیماران کرونایی است. مسئولان درمانی سن پترزبورگ از افزایش قابل توجه مبتلایان به کووید 19 که در شرایط وخیم بالینی به سر میبرند به شدت ابراز نگرانی کردند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.